تا اکنون چند رنگ طلا دیده اید؟ چطور بدانیم طلا اصلی است یا تقلبی؟ تفاوت در عیار طلاها چیست؟ سلام، وقت بخیر. خوب هستید؟ روز شما بخیر. شما خوبین؟ سلامت؟ بخیر باشین. یک معرفی کوتاه اگه داشته باشین. اسم آرش سبزواری، مارکت هرات باستان، در خدمت باشه. قربان شما. چی شد که طلا فروشی را انتخاب کردین؟ دیگه قسم پدریه، دیگه از عالی نیه، دیگه شاید امکان داره 30 سال بشه زرگری دارن، 35 سال. خیلی خوب، خیلی خوب. 30 سال 35 سال میشه که از اون تو میراثی به شما مونده. سی مونده، بله. لذت میبرین؟ دیگه هر چه نصیب و قسمت باشه و تیر میشه. شکر، هزی بیتر هم نمیشه. یک قسم آرامه. عزیز من، قربان شما. ما میخواهیم که در کل بازار طلای امروزی هرات به تصویر بکشیم. به نظر شما بازار طلای امروزی با بازار طلای پارسال چند تفاوتی عمده آمده در او؟ 100%. طلا مثلا هستش 6500 خریده، پارسال بود به 5400 5000 بود، گرام 1000 1200 طلا بالا رفته. فعلا بالا رفته؟ بالا رفته، بله. به نظر شما فعلا مردم زیادتر علاقه برای خرید دارن یا فروش؟ دیگه مسلمان نخر طلا که پرسان میکنم 6500 خیلی بالایه، حالا 5400 می بود، فروشات هم زیاد بود. حالا مسلمان از مجبوریت اگه بفروشم زیاد ده کمه که بیام طلا بخرم کمه. چون تجربه دارین بیشترین نوعی طلایی که مردم دوست دارن بخرن، یعنی کدام نوع طلا بیشتر فروشات داره؟ طلا HD 750 است، یا ساخت هرات باشه یا ساخت ایران باشه، اون بیشتر میخرم و اجرتی هم کمتره و اساس عربی دیگه طلا اجرتی هم بالاتره و ایتالیایی هم باز بالاتر. طلا HD ایران و هرات بیشتر میخرم. اگه یک مشتری بیاد پیش شما و شما سوال کنه، هیچی آگاهی در ارتباط به طلا نداشته باشه، فقط از شما بگویه که صادقانه با ما بگوین که بهترین طلا کدامه و از اون به ما 5 گرم طلا بدی، بهترین طلا کدامه؟ بهترین طلا 750 بهترین طلایی که کسر کم میکنه. حالا اگه دیگه ساختای باشه مثلا ایتالیایی یا ایران باشه 750 باشه، گرم 800 اجرت داره دیگه. با ساخت هرات اجرتی کمتره، گرم 300 300 الی 400 اجرت میگیریم. عربی هم دیگه اساس عیار و اساس اجرتی و بالای دیگه 18 بیتره. بیننده‌های عزیز، طبق وعده‌ای که دادم انواع و اقسام رنگ‌های مختلف طلا را در این قسمت به شما به تصویر میکشم و استاد به ما توضیح میدن که اینا چی ویژگی‌هایی داره. در اول از این طلای سفید که من شخصا علاقه دارم به این طلای سفید، پولدار شدم 100% میگیرم. استاد را یک توضیح اگر لطفاً بدین. این سرویس ما که هست گلوبند دستمند گوشواره طلای 18 عیار، ساخت دبی، طلای سفیده که همونطور که پیشتر گفتم که طلا سفید داریم و زرد داریم، رزگل داریم. این سرویس بعدی ما طلای 21 عیاره که از کیفیت گفتم بیشتر مردم رضی هم، عیار بالایی 21، یعنی رنگ خورد تیره نمیکنه، خراب نمیکنه، همیشه هم کیفیت بالایی. به طرح بافت هم دوخته میشه، آماده میشه، تیار میشه و دیگه طرح‌ها هم آماده میشه. میاله که من اکنون لمس کردم، احساس میکنم که خیلی جنس ملایم و خیلی خوبه داره. میکنی که فنری خیر بینیم. ها خیلی ظریف میاد اینا. بله، به این مدل کار فقط 21 عیار ساخته میشه چون طلا ملایمه.
بله 21 ایاره ساخت دبی اینا. واسه با شما طلای سفید هم که است 18 ایاره او. بله او 18 ایاره. 21 ایار. از او سفید 21 هم میایه بله ها. و این این طلا ما که هست رنگ روزگلد که برای شما گفتم علنگویه که روی سفید هم کار شده اگه دقت کنید. این با ساخت ایرانه رنگی روزگلده یا موسرخ یا روزگلد میگم سفید هم کار شده. این طلا ما 21 ایار عربیه چوریه که کلیداره و این هم کیفیت امت بالاه. واقعا چک یک دیزاین متفاوتیه بله. این چوریه درسته؟ بله چوریه بله. دختر خانم‌ها فکر کنم بله اونا دیگه 6 تایی پوشیده میشه باز بعضیا میتونن 5 تا و 4 تا هم بپوشن. همچنین این کار ما که 21 ایار ساخت دبی چوریه و این رو از این رنگ بندی کار شده رنگ روزگلد رنگ سفید رنگ طلایی یعنی در این حد که پیشرفت کرده از همین رنگا کار میشه رو طلا خیلی به زیبایی و اضافه میشه یک کار متفاوت و خاصی. عنوان آخرین پرسش مردم بیشتر کدام رنگ ترجیح میدن؟ بیشتر رنگ طلایی چون بالا اسمیونه طلا دیگه بله ها باز خاص پسندا دیگه میایم که میگم رنگ سفید باشه یا دیگه باشه. بخیر تشکر بخیر باشین. بیننده عزیز برنامه ما ادامه داره با ما همراه باشین. امروز تصمیم گرفتیم بیایم بازار طلا در کل به تصویر بکشیم. اگر شما لطف کنین همراه ما همکاری کنین و بعد سوالات مپرسید کنین. در خدمت شما هستم. معرفی کوتاه اگه داشته باشید. تشکر توصیف مهتاب حیدری هستم در خدمت شما. تشکر. ما به عنوان یک مشتری میتونم طلا رو بشناسم. یعنی فرض مثال به اصطلاح عامانه‌تر بگم به جان بنازم نه. من چگونه بفهمم که این واقعا طلاست؟ طلا شما چرا تست میکنید؟ طلا نظر به مشخصات خود، نظر به رنگ خود، نظر به وزن خود، نظر به کیفیت خود تفاوت داره. نسبت به دیگه فلزات نجیبه و غیر نجیبه. یک از جمله مشخصات طلا اینه که طلا هر وقت و زمانی که شما از او استفاده بکنین صیقلیت پیدا میکنه یا شفافیت پیدا میکنه. دوما از او به داخل از او یک مارک زده به نام 750 کد نمبر داره که توسط کدام کمپنی یا کدام کارگاه نوشته شده. 750 خوبی به اینه که ما در هرات عزیز یک سلسله تغییرات قابل ملاحظه داریم نظر به افغانستان اینه که ما کد نمبر داریم سالهای متمادیه که کد نمبر کد خود کارگاه به داخل از این زده آرشیو اتحادیه ثبت کرده و اعیار خود طلا موبایل نوشته یعنی 750 و شماره خود کارگاه به داخل از این نوشته. به این مشخصات در ابتدا میشه که مثلا نفر تفکیک کنه که طلا یا غیر طلا. خب اگر از این روش آگاهی نباشه باز اگر به این روش آگاهی نبود مگر مجری بکنیم به طلا فروشا ما در مقدمه او چک میکنیم اگر نفر قبول نکرد ما به مقابل از ما سنگ مرگ داریم تضاد 17 داریم 21 داریم. مثلا میشه لطف کنیم یک دونه از این رو تست کنیم خودیم سنگ مرگ ما تست میکنیم این طلای 18 750 طلای 750 معمولا طلا ایران گفته میشه. ان این به شما تست میکنم معلوم میشه که این به 18 که ما میدیم و 18 که ملقب شده هست یا نه. بیننده عزیز اکنون قراره که تست شو ما ببینیم که می تست طلا چه قسم. این سنگی که روی از این طلا رو تو میسوونین این سنگ مخصوصی استاد؟ این سنگ به نام سنگ محک. بعضی سنگ‌ها دیگه هست طبیعی تر از اینا. این سنگ صنعتیه اونا که هست سنگ سنتیه. اینا سنگ‌ها مخصوصیه که همین طلا وقت ما بالا از او کش میکنیم همین حک از او بالا از اون میمونه و حساسیت نشون نمیده. خیلی خوب. اکنون همین حک طلای درست؟ بله. خیلی خوب. ما تضاد داریم به نام تضاد 18 که نوشته شده واسه تفکیک شما اینجا نوشته کرده است. تضاد 18. بله. یعنی تضاد که به بالا از این میندازیم اگر ای باشه که ای طلا باشه ببینید طلا باشه ای رنگ از این هست یعنی میمونه. اگر این طلا نباشه بم جلو رو خو که پیش بره قطره از این تضاد از مقابل خونار برمیداره. میبینیم ما شما نگاه کردیم که طلا 18
اون تیزاب بالا از او هسته. در صورتی که تیزاب هم ریخته شود باز هم رنگ خور از دست. همون تیزاب تفکیک کننده از اینه که این طلا هست یا نه در مقدمه. باز برای از این که ما مثلا بعضی طلاها هست که اونا میایه به پیش ما، برای ما هم مجهوله، اون روان میکنیم به لابراتوار، باز مایشگاه تعیین نیاره، استاندارده، اون در ظرف چند دقیقه چک میکنم، برای ما طلا نسبی از معلوم میشه.